خرداد 405 امروز 8 ساعت درس خوندم و این ویدیو یه خلاصه از روزمه. صبح از شدت گرما بیدار شدم و بله برقا رفته بود. منم فقط قهوه و یخ برداشتم و سر راه هم یه شیر خریدم. رسیدم کتابخونه و برنامه‌ریزی کردم که چند ساعت میتونم درس بخونم. بعدم قهوه‌مو خوردم و خواستم برم سراغ درس که برقا رفت. ولی خب زود اومد و منم شروع کردم. امروز فهمیدم که بیشتر پارت اول درس خوندن برام سخته و بعد دیگه خیلی برام راحت میشه. به خاطر همینه که من پارت اولم و معمولا با درسای آسون‌تر شروع می‌کنم. بعدم رفتم یه تمبر خریدم که خیلی تلخ بود و روش نوشته بود که کیفیت همپا رو تبلیغ می‌کند. واقعاً؟ دوباره رفتم سر درسم و 2 ساعت دیگه خوندم. اینم از وضعیت فیلم گرفتن من. ساعت 10 هم برگشتم خونه و بازی ایران بلژیک رو دیدم.